دی بزرگ و یکتا به ادامه درس گذشته درس خود از روی صفحه یا بخش بگراند یا دسکتاپ شروع میکنیم. راست کلیک میکنیم در بخش منیوی فرعی که هستن یا کانتکست منیو. از اینجا بعد از ختم پیست و فیس شارکت اندو داریم. اندو چی کار میکنه؟ اینجا ما یک فولدر را جور کنیم، کنترل شیفت اینه یک فولدر را ساختیم. اگر میره بگیریم فعلا دلیت کنیم. ببینید بالای کلیک میکنم دلیت میکنم. میره دلیت کردم، راست کلیک کنین امیره اندو دلیت میکنه. چی میکنه؟ فست دوباره نمامیه. ناگهانی شما میفهمید که داخل امی فولدر ما موادای مهم هستند. موادای مهم باز شما نمیخواین که دلیت کنین. یک دفعه دلیت کردین پس میخوایم که اندو کنین. بالای کلیک برتون چی میکنه؟ اندو دلیت افعال میکنه. پس دوباره برتون میاد که شوکتشان کنترل زایت هستن. بعد از او اگر راست کلیک کردیم از اینجا ریدی دلیت پس حالت گذشته ای رفت چی میکنه؟ قبلی که بودن دلیت میکنه. راست کلیک میکنیم از اینجا بخش اوپن گیت که هست. اینا که هست یک برنامه است که ما داخل کامپیوتر خود اینستال کردیم. باز روی صفحه شما کامپیوتر روی صفحه که هست اینا نیستن. گرافیک داریم. یکی از نشانهای اینستال گرافیک که هستن در این بخش براتون نشان میده که همین هر دو رو براتون نشان دادن اینستال شده هستن. این توسط درایور شما اینا رو اینستال میکنین که بعداً باز اینا رو ما میخوانیم که درایور اینستال کردین اینا باز فعال میشه بعد از ویندوز که هستن. باز معلوماتی مربوط به گرافیک تون که هستن پروپرتیزشون میین یا این بخش که هستن. بعد از ختم گرافیک موضوعاتشان نیو داریم. نیو چی کار میکنه؟ نیو به شما یک فولدر میسازه. اگر شما بخواین یک فولدر روی صفحه بسازین یا با اساس شراکت یک بخش باز کنین اینا شما توسط نیو کرده میتونین. بالای نیو میایم اولین بخشش فولدر هسته. فولدر براتون یک فولدر رو میسازیم. فولدر زرد که است همین فولدر براتون میسازه. راست کلیک کنین از بخش نیو دوباره کلیک کنیم بازم برای ما یک فولدر میسازه. داخل این فولدرها باز شما ویدیو از عکس از هر کدومشون بگیرین اینجا بندازین باز داخل این فولدرها انداخته میتونین. ببینید اینجا برای ما انداخته است. شما باز به خاطر حفاظت ویدیوهایتون از این فولدرها استفاده کرده میتونین که امنیت این فولدر زیاد بالا نیست نسبت به زیپ فولدر. ما یک فولدر دیگه داریم به نام زیپ فولدر. امنیت اونا که هست از اینا چه هست بالا هستن نسبتا به اینا. شما بازی فولدر رو رنیم کرده میتونین. قبلا هم براتون چی کردم اینجا یادآور شدم گفتم براتون. شارکت اینا چی هستن؟ شارکت فولدر ساختن کنترل و شیفت به این فشار میتین براتون یک فولدر میسازه. ببینید کنترل شیفت این یک فولدر براتون میسازه. اگر از کیبورد بیایم اینا رو براتون بگویم کنترل امرای شیفت فشار میتین و این براتون یک فولدر میسازه. شارکت ساختن یک فولدر هستن. اینا رو ما میگیرم پس دلیت میکنم از این در سایکلبین میندازم. روی صفحه راست کلیک میکنم در نیو که هست دیگه بخش شارتکت داریم. شارتکت چی کار میکنه؟ شما اگه بخواین از بخش درایوتون یک فولدر هستن به هر نامی که باشه اونا رو روی صفحه شارتکتشون میارین. شارکتشان اگه اصلی باشه شارکت هم براتون کار میکنه روی صفحه. یا در کنترل پنل میگم بخش دیتان تایم یا دما در روی صفحه با اساس شارکت باز کنه. یا یک دیگه چیز آدرس میتونید از این شارکت که است با زور براتون چی میکنه روی صفحه باز میکنه. بیایم بالای شارکت کلیک کنیم از اینجا فعلا کلیک کنیم این بخش ما باز میشه. میگه چی میخواین که در شارکت باز کنین. ببینید what item would you like to create a shortcut for. میگه چی میخواین که در اینجا براتون باز شوه با اساس شارکت کی است. ما میگم اینجا فعلا این را درج میکنم میگم CMD را میخوایم که داریم. ما روی صفحه CMD را ما چی کو CMD را باز کو. بالای نیکس کلیک کو. اگر مرحله پیش رفتن براتون پیش میره که قبول کردن میره جایشون پایینن براتون پایلشون لوکیشنشون یا موقعیتشون باز میره چی میکنه قبول میکنه. نیکس قبول کردن. از اینجا میگه نامشون همین نام باشه به نام CMD که است یا نامش تغییر میدین. ببینین براتون گفته what would you like to name the shortcut که هستن. اگر نام میره تغییر بدیم نامش دیگه نام بمانین باز اساس همون اون که روی صفحه براتون میاد. میگم باز دامین نام CMD باشه. بالای فینیش کلیک کنین ببینید CMD رو روی صفحه براتون میوردن. اگر فعلا باز کنین باز میشن بخش CMD که هستن با اساس شارکت روی صفحه آوردن. میگم می دفعه که هست در نیو میم شارکت میگیرم
با اساس شرکت که است از براوز خود ما انتخاب میکنیم. اینجا هر نامی که نوشته کنین بشناسه براتون باز میکنه. از براوز خود ما انتخاب میکنیم. میگم من براوز میزنیم، از اینجا پولدرها داریم. داخل این پولدر که است باز ما یک ماده مهم است، اونا رو میخوایم چی کنیم با اساس شرکت روی صفحه بیارم. بالای دیسپیسی کلیک کدام درایو است، اینجا درایو خود مشخص میکنین. میگم در روی دسکتاپ نیست، اینجا در درایو دی که هستن ما مواد داریم به نام چی هستن، نیو فولدر هستن یا پی ایچ هستن. بالای این کلیک کو، بالای اوکی کلیک کو، براتون چی میکنه روی صفحه میاره. نیکست کو، نیکست. ببینین روی صفحه براتون چی کردن، شرکت گرفته. اگه اصلیشون دیلیت کنین بازی براتون کار نمیکنه. اگر دبل کلیک کنین فعلا ما باز میشه. ببینین همین بخش که هستن باز میشه به ما. ویدیویشون هم هست برای ما باز میشه از اینجا. اگر فعلا قطع کنیم بعد از او راست کلیک کنیم در بخش نیو، اینجا دیگه شرکت هم داریم. خوب توجه کنین. مایکروسافت اکسس دیتابیس هست، از مایکروسافت ورد داکومنت هست، مایکروسافت اکسس دیتابیس هست. اینا چی هستن؟ اینا برنامه‌ای هستن که ما اینستال کردیم داخل کامپیوتر. و این برنامه‌ای که هست اگه بخواین شرکتشان روی صفحه براتون بیاد، از این برنامه اکسس است یا ورد است یا فتوشاپ است، بالای هر کدومشون کلیک کنین روی صفحه براتون شرکت میاره. اگه این شرکت بالایش کلیک کنیم شرکت ما چی میکنه، باز میکنه. ببینید اما خودی برنامه را به ما باز میکنه. از اینجا شما میتونید با اساس شرکت یک برنامه را باز کنین. اگه بگیریم میره راست کلیک کنیم در بخش نیو که است، میگم در این دفعه ما باز کو ریچ داکومنت یا ورد داکومنت را باز کن. ببینید خودی ورد باز براتون از این بعد با اساس شرکت باز میکنه. اگر بخوایم دیلیت کنیم بالای کلیک کنیم، ببینید را دون سیو میکنم. از اینجا دیلیت کردن میتونین یا در ریسایکل بین بندازین. از ریسایکل بین با شما چی میکنین، فایلایتون انتخاب میکنین پاکان باشه دیلیت کنین. بازی از ریسایکل بین که دیلیت کردین کاملا دیلیت میشه. شما بازی رو ریستور کردن نمیتونین. خوب متوجه باشین. این مثل سطح زباله هستن. سطح زباله که در تلفن دارین این با سطح زباله کامپیوتر هست. چیزی رو دیلیت کنین داخل ریسایکل بین بره. از ریسایکل بین که دیلیت کردین خلاص شدین دیگه. مواد داخلی اون نمیمونه. بعد از او راست کلیک میکنیم. در اینجا زیپ فولدر داریم. چی داریم؟ وینرر زیپ فولدر است. تکست داکومنت است، ریچ داکومنت است. این زیپ فولدر چی هست؟ هم یک فولدر است مثل این فولدر واره یا مثل این فولدر کی هستن. باز امنیت این فولدر نسبت به این فولدر چی هستن؟ بالاتر است نسبت به این فولدر ها کی است. امنیت زیپ فولدر هستن. اول امنیتی بالاتر هستند، دوم ویروسی نمیشه، سومی رمز میخوریم فولدر. شما این فولدر رمز دادن میتونین نمیره، اما این فولدر رمز دادن نمیتونین. این فولدر رمز دادن میتونین. زی فولدر کی هستند و توصیه ما همی هستند شما زی فولدر استفاده کنین. موادایتون ویروسی نمیشه، ویروس داخل شده نمیتونه. از روی صفحه راست کلیک میتونیم. از این طریق هم شما زی فولدر پیدا کرده یا باز کرده میتونین ببینین، یا بالای هر فولدر کلیک کنین. ببینین اینجا ما یک فولدر داشتم، همین فولدر داریم، همین مواد میگیم داخل میندازم. از یک مواد داخلش میندازم. ببینین یک تکست داکومنت میسازم در اینجا. تکست داکومنت میسازم در اینجا. داخل تکست داکومنت یک متن نوشته میکنم. میگم همین متن ما باشه. بعد از اینکه از رو بالای سیو کلیک میکنم، سیو شوی ذخیره شو. بعد از اینکه ذخیره شدن فعلا داخل این فولدر که هست ما تکست داکومنت دارم. چی دارم؟ تکست داکومنت دارم. اگر امیره بگیرم هم تکست داکومنت بالایشان راست کلیک کنیم در این فولدر، اینجا براتون چی کرده؟ اد آرچیو اومده. از این طریق هم شما میتونید زیپ فولدر رو چی کنید؟ باز کنید. این طریقه دومیشون است. یا زیپ فولدر یک موادتون به زیپ فولدر ارسال کنید. از اینجا اگه بخوایم این میره کش کنیم هم داخل این زیپ فولدر میندازه. ببینید توسط کش هم براتون را باز کنید داخل زیپ فولدر انداخت. همین موادتون است. از این طریق هم باز میشه توسط کش کردن که هستن. باز همین مواد اگه بخوایم رمز بندازیم، رمز میتونیم از زیپ فولدر. اول قبل از رمز انداختن براتون بگویم هم زیپ فولدر که هستن این کاپی میگیره از این فولدرتون. داخلی که یک چیز اد میکنین کات نمیکنه، صرف کاپیشون میگیره. یا کاپیشون اینجا میمونه یا کاپیشون داخل زیپ فولدر است. باز همین شما میگیرین دیلیت میکنین. دیلیت کنین داخل این موجود است داخل زیپ فولدر. میگم موادی داخلی انداختم، میخوایم که زیپ فولدر رمز بندازم. از این طریق شما اینجا باز کنین مواد خودتون که انداختین بالای فایل بین. در اینجا سیت دیفالت پاسورد داریم. از اینجا چی میکنیم؟ میره کلیک میکنیم داخلیم یک رمز میندازم. فرض مثال ما میگم 1 2 3 رمزی هستن.
اینجا میگم 1 2 3 دوباره ذکر شود 1 2 3 پاسپورت هست بالای اوکی کلیک کو فعلا زی فولدرتون کدام زی فولدر بود اینجا که پاسپورت دادین بالای وینرر کلیک کن داخلی زی فولدر نبود میگم میره باز میکنم داخل یک فولدر داریم به نام نیم فولدر هست اگر دبل کلیک کنین باز میشه ما طریقه منظم میشن ما باز میشه به خاطر چی باز میشه چون شما باید از اینجا رو بگیرین بالای راست کلیک کنین بالای این فولدرتون از این طریق رمز بندازین باز رمزی همی که هستن باز چنج کردن نمیتونین رمزی که یک رمز انداختین یا رمزش پرونده نمیتونین به طریقه آسان شما نمیتونین رمزی فولدر بفرانین یا هک کنین شما خوب متوجه شین یک رمزی که میندازین یک رمزی باشه که از یادتون نره بهتر است باز مشکل مواجه میشین بالای راست کلیک میکنیم بالای نیم فولدر که هستن اد آرچیو میکنیم این هم داخل زی فولدر میندازه اد آرچیو ببینید از اینجا این صفحه به ما باز میشه از این طریق که هستن اینجا میگم تست آرچیو فایلز تکمارش میمانیم بالای سیت پاسپورت میم از این پاسپورت میندازم میگم دامی فولدر ما به نام نیم فولدر 3 هستن رمز میندازیم 1 2 3 بعد از اینکه است دوباره اینجا میکنم 1 2 3 را ذکر میکنم شو براتون نشان بده میگم بله این کرپ شو نشو میگم کرپ نمیکنم بالای اوکی کلیک کو ببینید این باز فولدرایشون یا فایلایشون زیاد باشه کم ذره طول میکشه که شما داخل زی فولدر اینا رو میندازین باز صبر کنین که مرحلهشون چی شود تکمیل شود این فولدر از این کپی گرفتن ما اینجا ساختن فولدر چی هستن این فولدر اصلی هستن این هم اصلی از داخلی یکی هستن صرف کپی او را گرفته شما باز اصلی را بگیرین دلیت کنین اگر فعلا بیایم باز کنیم ببینین همین تکست داکومنتی ما باز نمیشه بخاطر که از ما رمز میخواه باید رمز سفردیم شما اصلیشون رو بگیرین فعلا ببینین این رو ما دلیت میکنم از اینجا بیایم این را دلیت کردیم در ریسایکل بنداختم این اگر پلن توسط کش کردن هم شما از امیر رو بیرون کشیده میتونید ببینید هم اینجا که هست با شرطی که رمز بندازین یا بالای کلیک کنیم راست کلیک کنیم یک طریقهشون توسط کش کردن هم بیرون کرده میتونید از این زیپ فولدر و راست کلیک کنین اینجا ببینید ما چی داریم راست کلیک کنیم اینجا extract to specified folder که هستن امیر ما کلیک میکنین از اینجا فولدر خود انتخاب میکنین در کجا میخواین یا درایوتون انتخاب میکنین داخل فولدر میندازین یا درایو میندازین درایو خود انتخاب میکنین میگم درایو همی داخل این فولدر شو کاپی شو بالای اوکی کلیک کو رمز بندازین اگر هم نندازین باز کاپی نمیگیره داخل این فولدر که هست رمز بندازین از طریق براتون چی میشه بیرون میشه همین فولدر که هست یا روی صفحه بگیرین ببینین روی صفحه ما میگیرم پاسپورتشون میره کش میکنم میگم روی صفحه کاپیشون میگیرم اینجا بیم پیسه و رمزشون بندازیم رمزشون 1 2 3 هستن بالای که کلیک کن روی صفحه براتون چی گرفتن و روی صفحه آوردن کاپیشون اینجا هست از این دیلیت کنین بعد از او کار میکنم بعد از ختم این موضوعات که هستن بالای فولدر کلیک کنیم قبل از اینکه بالای دیسپلی بیم بالای فولدر کلیک کنیم اینجا چی داریم پراپرتیز داریم پراپرتیز بخش تنظیماتشان یا بخش معلوماتشان پراپرتیز گفته میشه درباره این فولدر که هستن بالای پراپرتیز کلیک کنیم این صفحه برای ما چی میشه ظاهر میشه اولین بخششان جنرال هستن جنرال کلیات میره میگه اینجا کس نامشان چی است نامشان PH2 هستن برای ما نشان میده از این که است تایپشان چی است میگه شورکت هستن اگه خودی فولدر باشه باز فولدر رو ما نشان میده این فولدر است میگم میگه است چی هست من این فولدر است می تکست داکومنت هم داخل میندازم ببینید میره میگم داخل میندازم بعد از راست کلیک کنیم بالا پراپرتیز بیم از ببینیم میگه نیو فولدر است نامشان فایلشان تایپشان فایل فولدر است لوکیشن یا موقعیتشان کجا هستن ببینید این بخش لوکیشن میگه درای بیسی هستن در یوزر ادمنستراتور در دسکتاپ قرار داره دسکتاپ هست گفتیم می روی صفحه دسکتاپ هست سایزشان 16 بایت هستن سایزشان مشخص میکنه سایز آن دیسک است 0 بایت است کانتنتس شاملشان میگه چی است یک فایل داخلشان هستن داخل این فولدر کی است باز چیزهای دیگر هم داشته باشن باز این براتون میگه چند فایل داخلشان هستن براتون چی میکنه نشان میده کریدیت در کدام تاریخ همین فولدر ساخته شده است اینجا براتون نشان میده میگه مندی روز دوشنبه جنوری 1 2024 همین تاریخ چی شده همین فولدر ساخته شده است فولدر چی ساختین فولدر نیو فولدر کی هستن بعد از او که هستن بخش رید آنلی داریم این تیک مارک باشه هر وقت باز خوب است به شکل خواننی براتون چی میکنه این فولدر را باز میکنه این تیک مارک باشه میتونه است
بعد از بخش ریدانلی هایدین داریم. اگه بخوایم همین فولدر ما به نام این فولدر است، همین را میخوایم پنهان کنیم، کسی نبینه، چیزای شخصی ما داخلشان هستن، کسی نتونه میره پیدا کنه. بالای هایدین تیک مارکش میمانیم. ببینید اگه تیک مارکش بمانید، از اینجا اپلای و اوکی داریم. تفاوت اینا رو به شما بگویم. اپلای چی کار میکنه، اوکی چی کار میکنه. اگر ما اپلای کنیم، صفحهشان ما چی نمیشه، همین صفحه ما بسته نمیشه. صرف عمل انجام میده، کار انجام میده، ولی صفحه را بسته نمیکنه. اگه اوکی کنیم، هم کار انجام میده، هم صفحه را بسته میکنه. اپلای کنیم، ببینید ما پنهان میکنه پول را. این بخش هست. ببینید براتون چه مسیج داده. یک داریم apply change to this folder only. میگه صرف میخوایم بالای این فولدر تطبیق شوه، یا apply change to this folder sub folder on files است، یا داخلشون که فایل هست بالای اون تطبیق شوه. میگم داخلی که فایلایشون هست بالای اون تطبیق شوه. ببینید دومیشه تک مارک میمانم. بالای اوکی کلیک کنید، براتون چی میکنه، پنهان میکنه این بخش که هستن. فعلا هم پنهان نکرده. بخاطر چی؟ بیم در بخش کنترل پنل که هستن، از بخش فولدر اپشن، در فولدر اپشن که هستن ما اینجا تیک مارک ویو چی گرفتیم، اینا دون شو میگیریم. دون شو با چی میکنه، پنهان میکنه. ببینید از اینجا بالای کلیک کنیم، فعلا پنهان است فولدر ما پنهان شد. اگر امیره بخوایم پس ما نشان بده، ایمی دونچو را با شو هایدین کلیک میکنیم. ببینید هایدین فایلز اند فولدر کی هستن. این را شو هایدین کنیم، ما چی میکنه، پس نشان میده. فولدر ما کجا قرار داره، این اینجا هست. کم ذره خیرتر است. به خاطر چی؟ به خاطر که هایدین تیک مارک شما ده. اگر دون شو باشه، ما چی میکنه، پس پنهان میکنه. بالای دون شو کلیک کن، پنهان شد. اگر شو هایدین بگیرید، پس ما نشان میده. این فولدر ما است. این را از کجا می آوردیم، در کنترل پنل می رفتیم، در فولدر اپشن، در بخش کنترل پنل اینجا برای ما نشان میده. در فولدر اپشن از اینجا که است، در بخش ویو دونشو شوایدین داریم. بیم بالایی که است، فولدر ما فعلا هم خیرتر نشان میده. به خاطر چی؟ به خاطر که تیک مارک هایدین مونده. تیک مارک هایدین رو بگیرین، اپلای کنین، این را ما اوکی کنین. ببینین براتون چی میکنه، روشن‌تر میکنه. بعد از بخش که است ادوانس داریم. ادوانس داخلش که فولدر است، بالای او کار میکنیم. داخلی که فولدر نیست، بخشن داکومنت است، بالای کار میکنیم. راست کلیک میکنیم، بالای داکومنت صفحه خود کامل میکنیم. راست کلیک میکنیم، همون پراپرتیز است، هیچ تفاوت نداره با فولدر، دویشون یک پراپرتیز است. بالای بخش بیم در بخش ادوانس که است. ادوانس چی میکنه؟ اولین بخش از کامپرس اند انکریپت است. کامپرس پشورده میکنه این داکومنتتون. پشورده که کردن سایزی کم میشه. شما اگه بخواین این فولدر رو به کسی ارسال کنین، همین با سایزشون کم میشه. و این چیزی که داخل نیو تکنولوژی فایل سیستمی قرار داره، یا اینترفیسی بخش داره. فایلای فت که هستن، باز سیستمشون به شکل تایپشون فایل فت باشه، اونا که هستن کامپرس و انکریپت نداره. در سال 1990 در سالهای 1990 که بودن، وقتی که مایکروسافت نیو تکنولوژی فایل سیستم چی کردن، همین دو چیز اضافه شده بود، کامپرس و انکریپت. کامپرس پشورده میکنن، سایزشون کم میکنن، به کسی اگه ارسال میکنین. بالای اوکی کلیک کنین، بالایشون چی می متشان این می علامه آمدن، میگه کامپرس شده. این علامه کامپرس هست یا پشورده شده، می سایزشون باز کم میشه نسبتا با قبل که است. این علامه کامپرس است. باز در ویندوز های 7 که هستن، متشان رنگشون تغییر میکنه. از اینجا بالای پراپرتیز کلیک کنیم، میگم کامپرس نشوه. ایره میگیرم از ادوانس تیک مارکشه میگیرم، بالای اوکی کلیک کنید، از اینجا اپلای کنید. پلان از حالت کامپرس شدن برآمده است. بعد از کامپرس انکریپت داریم. این مهمترین بخش است. این داکومنت خود را انکریپت میکنیم. اگر انکریپت کردیم، انکریپت یعنی قفل میکنیم، کسی باز کردن نتونه، استفاده کردنشون نتونه. اگر انکریپت کردیم، یوزرایی که داخل کامپیوترتون میشه، خصوصا یوزرای بی صلاحیت، تمیره باز کردن نمیتونه. دیگه یوزر باسن باس یوزر که شدن، باز یوزرها رو میسازیم. اونا که هستن یوزرای بی صلاحیت است، باز اینا رو باز کردن نمیتونه، یا دیگه یوزر است باز کردن نمیتونه. بالای اوکی کلیک کنیم، فایل ما رو چی میکنه، انکریپت میکنه. بالای چی میکنیم، میگیم انکریپت the file and فرمنت فولدر که هستن، یا انکریپت the file only. میگم اردویشون اولیش تک مارک میکنیم، بالای اوکی کلیک میکنیم، انکریپت کردن. علامه قلب سرشون آمده است. همین فولدر
این ما باز کردن میتونیم، اگه یوزر بی صلاحیت باشه میره باز کردن نمیتونیم فولدر، یا دیگه یوزر باشه میره باز کردن نمیتونه. دیگه یوزر بسازیم، از این باز پرمیژن هم تعیین کردن میتونیم. پرمیژن کسی هست به کسی میگم که یوزر خان است میره باز کردن نتونه، یوزر رحیم است باز کردن نتونه، اما یوزر سمیک است و باز کردن بتونه. و باز ما خودی ما انتخاب میکنیم به کدام یوزر باز کنه کدام یوزر باز نکنه. و درس امروز ما ختم.